یکی دیگه از آپشن های هدست ها یا ایربادز های انکر داشتن ویژگی امبینت سونده که شما با این تکنولوژی تجربه مختلفی رو دارین. یکی از حالت های امبینت سوند نویز کنسلینگه که شما میتونید خیلی راحت تو مودهای مختلف سویچ داشته باشین و اینکه رو حالت ادپتیو مود باشه و با توجه به نویزی که کنار شما هستش خودش تصمیم گیری بکنه که نویز کنسلینگ در چه حدی باشه. توجه داشته باشید که نویز کنسلینگ هم در حین مکالمه و هم در گوش کردن تمیز موسیقی به شما کمک خیلی زیادی میکنه که بدون نویز هر دو رو تجربه بکنین و اگر در جای ساکت و آرومی هستین پیشنهاد میشه که از نویز کنسلینگ استفاده نکنین، به این خاطر که در طولانی مدت هم اذیتتون میکنه و هم شارژ باتریتون رو میبره بالا. حالت دوم ترانسپرنسی مود. شما توی این حالت برعکس مدل قبلی ارتباط صوتی با محیط اطراف خودتون دارین و صداهای اطرافتون رو خیلی شفاف و واضح میشنوین و در حین گوش کردن موسیقی برای صحبت کردن خودتون نیازی نیست داد بزنین تا اطرافیانتون دل زده بشن از این رفتار شما. حالتهای مختلفی از ترانسپرنسی مود وجود داره که شما با توجه به محیطی که داخلش قرار گرفتین میتونین فول ترانسپرنسی یا وکال رو در نظر داشته باشین که اگر فول در نظر بگیرین کاملا صدا رو برای شما شفاف میکنه و اگر وکال در نظر بگیرین باز به اندازه صوتی که اطراف شما هست تنظیم میشه.